کلمه انقدی بگید. با پول یک سکه تمام بهار آزادی در سال 82 الان میشه 4 کیلو پیاز خرید. چقدر دردناک. من واقعا حالا با اینکه خیلی آدم شوخی هستم ولی اصلا نمیشه باش شوخی کرد چون خیلی ناراحت. این جملت؟ بله من ناراحتم. با پولی که 20 سال پیش بابت کرایه ماهیانه یک آپارتمان، این هنوز شما اینا در شمال تهران پرداخت می‌کردیم، امروز می‌شود 6 سیخ جگر خورد. الان گریه میکنم به خدا چون خیلی سخته. مردم واقعا دارن سختی میکشن. محمد رضا خرید 50 کیلو مغز پسته الان می‌شود قیمت یک آپارتمان 2 خوابه 70 متری در مرکز تهران. ای توف توش